به چنلتون من خیلی خوش اومدین. امروز یه روز با من داریم، قرار بریم کافه اثر. اول اومدیم قهوه بخوریم، کافه سوشال توی بین وکیل‌آباد 47 تا 40. کنار قهوه هاش از اینا میده. حالا تستشو الان میذارم. سلام. بام زمینی خورما. اینم کنار یه چیز دیگه بود کنار قهوه. این خیلی خوبه. اینش خیلی خوشمزه است. با مترو اومدیم اینجا بین وکیل‌آباد 8 و 10 میشه تقریبا سر باهنر. نور ندارم و من دیده نمیشم. یه خلاصش که داریم میریم دیگه. خیلی جا خفنیه. نور پلیز، نور تو صورتم. آها میام از اینجا ویدیو میگیرم آخرش. الان بریم. اینجا ورودی کافه‌شونه. خدا با این استایل اومدم کافه. واو، رسیدیم. ویدیوها رو قبلش میذارم. قبل این ویدیو هم حتما ویدیوهای فضا رو میذارم. وای به خیلی قشنگ میدونم. دوستش دارم. من اثر قبلی رفته بودم تو پسر 3 بود ولی خب اینو نیومده بودم. یه حجره هم پایین داره و اینکه الان نشستیم تو فضاش سوشال که بهمون میز بدن. میزی که بهمون دادن، منوش چقدر خفنه. با یه دست خیلی سخت کار کردن ولی خب من تلاشمو دارم میکنم. امیدوارم چایشو با لیوان کمر باریک سرو کنه چون من واقعا نیاز دارم الان چای بخورم. رومیزی، فقط رومیزی. البته اینجاش کسی به نگاه نکن. رومیزی. بک جذابیه ولی خب وای به این کافه بوسیدنیه. خیلی قشنگه. آهنگاش هم خیلی قشنگه. هوا سرده ها. من هودی پوشیدم. اصلا فکر نکنین هوا گرمه. باید چای بخوریم. چای میام. چای دارچین، کوکی کشمشی، بوی چای. کاش میتونستم بو رو بهتون انتقال بدم. چای دارچینه، کنارش یه نبات داره. چای کشمشی، کلوچه کشمشی بشه که من سوتی ندم. شما تو همچین فضایی
آرزوام اینه که یه دونه از اینا داشته باشم. صفحه گرامافون، نه گرامافون و صفحه. بله رو بگو ای من عاشق شدم ای وای میبینم ای من یه تو میمیرم. بله رو بگو ای من عاشق شدم